با نام خدای یکتا. سلام، من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه که در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیز که در داخل تاجیکستان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان اگر تازه با کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن abone شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های ما شوید. عزیزان، این قسمت دویمی اویاشوی از شهر موقع فرانسه. بریم با هم ببینیم در این برنامه ما را چی چیزا انتظار است. دوستان، از همه جای جالبش همین جای وینی های نظامی هاشونن. این مثال ماشین هایی که چیزی که در فرانسه تولید میشوند. این طرف هم چیزای کمپ های موقتی. این هم ماشین هاشو ببینیم که داخل شدن میمونن نمیمونن. میمونن انشالله که چیز گپی نیست. ایوار رو میبینید دوره هم 41-45 یاد در جنگ دیمی جهان. خب خیر چیزا رو برنامه چیزا شدگیان در جنگ دیمی جهان چی چیزا استفاده بردگیان همش اینجا من همش بزرگ است. این هم ماشین های چی میگیم خمیر چی خلب ترک. این طرف بچه های سیگار رو بینید که با همه شما معلومه اورال موتورسیکل های اورال که موتورسیکل های رسی باشه چی باشه نمیسی باشه آلمانی میلیتاری پلیس. این هم گفتی که پاکی سوی چی. خب این طرف هم نگاه چیزا این ای بالا میپرتینش. این خطی پاراشوت خطی میفرایه و حرکتش دوام میده. این هم ماشین های نظامی ببینین. های پلاتکاها جای چی سیار. خب اینجا با فکرم بیرق امریکا هم هست. 3 امریکایی شاید باشند. برادر ما مختصر کردم یک چون بسیار وقت میگیره. این هم گفتی که پا همون پلیمیات شاید چی نگه. این طرف هم لباس ها و چیزایی که در همون سالا امریکایی بوده است استفاده بردگیان. خب این طرف بریم نگه طرف. اینجا هم بیرق امریکا فرانسه. این ماشینی به حساب چی میگیم یاری تاجیلی 12 سالا به دست. دیگه طرف چیه؟ این طرف جالبی داشته که همو چیا هستن کمونا و همو автомат و راتسیا و چیزایی که در همو سالا استفاده بوده شده. این همو نفرایی که در همو سالا پاکی کار کردن چیکار کردن برای همش پیران سالن کلان سال میتوان. خب این طرف هم دیگه چای نظامی. این طرف هم بخش های نظامی پلاتکا و جای خواب و باشه از قدیم تا حاضره از دوران جنگ دیمی جهان تا حاضره چیزا اینجا جمع‌آوری کردن قبلی خیمه و دیگه چیزا. این هم بگیم همون ماشینه که تمام چیزا رو داره پلی میاد. گفتی که با автомат های کلاشنیکوف автомат های دیگه. خب و آدم ها خیلی زیاد شدن امروز. خیلی زیاد آمدن. این طرف هم خیمه های دیگه خیلی جالب است. خیلی گفتی که پاکی چه قدیمه را میبینی او دوره ها دیادت میزنه. دوستان از جالبی دیگه این تولوز اف ام خود گفتی که پا چی داره ورتالیات داره. یک شبکه گفتی که پا که رادیویی در تولوز اف ام اینو بینه. گفتی که پا که یک هلیکوپتر داشته است به خاطر کاروبارو نگاه. شاید اینجا با پلکی هم باشه برای پرواز کردن.
حالا میرم میپرسیم که چند پولای برای پرواز کردم. خب این هم گفتیم که جاهای نظامی، چیزای نظامی و این طرف هم چیزایی که بدن ها ساختن هم و نمایش گذاشتن. خلاصی اینه پلت کن باور که جای بیزیب ده کدگی نه. یک افتابی سختی هست، ده افتاب قراقی هست که سری کل می سوزن. همه جا مسخوخ خدا گرست. خب گپی نیست برادرها، این همش به خاطر شما. ما گفتی گپا طاقت میکنیم نگاه میکنیم، شما یک برنامه خوبه ببینید. خب بریم که بپرسیم چانس ما بالا شدن در هلیکوپتر رادیو اف ام تولوز اف ام. دوستان اینجا 40 یورو میتی، یعنی ورتلا داده میشینید 6-7 مینوت که هو اونجا هم 3 ورتلا دیگه هسته میشینید. خلاص دیگه بالا در یک تاود میتر 6-7 دقیقه بعد بو میفرارد. 40 یورو بوده. رفتیم پرسیدیمش. خب بریم دیگه طرفا برادرها. ولی که وقت کشید بعد گفتی که پرداخت میکنیم میپریم نباره ای بالا رو ببینیم چی گپای. ایره بینه جوره چیزای نظامی برنامهش گذاشته شده هم. ای دوره سال جنگی دیمی جهان و دیگه امروز خیلی آدم بسیار اومده است. خیلی و حالا اومده است هم. این برادرها شرکتی که نظامی های و لباس های نظامی چیزای نظامی میبرن. این شرکت های در فرانسه سنجر. ببینید چه چیزا گفتی که تولید میکنه این شرکت. ماشین های نظامی و بتیر و بیمپی و تیگاز و دیگه پاراشوت یعنی قسم خوبا ماشین های گفتی که پاکی ارینا بوده و خاطر چی. خب خلاص دیگه همه چیزا وابسته به همین نظامیان این شرکت تولید میکنه. و جالبی دیگه دیگه که اینجا درون ها را بینیم بار درون های که در هوا میپرن و سیام خواهم میکنه. اینو نگاه کنید. Allez, bonne journée, messieurs. Merci. Bonne journée. Ceux qui sont exposés, c'est tout ce que vous utilisez. Ouais, voilà, c'est toute notre flotte. Alors celui-ci, on l'a exposé, mais c'est notre ancien, on n'utilise plus. Maintenant, on utilise essentiellement celui-ci. Celui-là, il est très compact, il fait du... C'est un DJI, non? Ouais, DJI. Il fait la caméra thermique. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Quand on a fini d'éteindre une maison, on peut voir les... در برای همین کامراها گپ است. DJI شرکت DJI. حالا شرکت دیدی در جهان بهترین درون را داره از حساب صفت و کچت و کوالیتی گفتی که پامی چیزا. شرکت دیجی بهترین درون را داره در دنیا. 4K و 4K و 8K و 8K و چیزا گفتی که پاکی ضبط میکنه. کامراش خیلی کامراهای خوبن. با بی طرف هم شرکت هایی که آید به همی چی میگیم اخرانه و سکریتی و چیزا سر کار دارن این شرکت ها. بغیر پلیس و دیگه اینجا هم دیگه چیزای دیگه هم هستن که ژاندارمری اکسیدنی. کتاب و مجله و روزنامه و چیزایی که دارن این طرفش. خب چی باشه؟ این یا یکی من نفره که یاری اولی میرسونن پیروی پامش همون چیزان در دریا، در خشکی، در ساحل، در تمام چیزا. شرکت فقین انتر مارین دای این طرف هم این طرف هم درونه شرکت هایی که همین سر کار دارن. این یکی درونه این طرف هم چیزای نظامی و چیزای نگاه دیگه
با ما باشه دوستان. این مکتبی گفتی که وزدوشت سمالیات چی میگیم؟ وزدوشت اکول، وزدوشت شکولا که این پیلوتای جوانا گفتی که تربیه میتاو درس میتاو آماده میکنن پیلوتای آینده فرانسه. خب این طرف هم چیه؟ این طرف شرکتی که سرکار داره با نظامی ها و همه چیزهایی که مربوط می شود. خلاص که این طرف همه نظامی ها چنانچه گفتیم شرکت های چی فرانسه تولوز. خب اینجا چه که امروز همه را اجازه دادن که نوار برداری کنن. بعضی جاهاش میره نمیمونن میگه سکیوریتی یا که مثلا نگاه امنیت چی نیستن. خب این طرف بریم دیگه. خب میریم با دیگه نامه های ما را بیننده باشین دوستان. باز میریم دیگه طرفا و ببینیم که چی چیز رفته میتونیم. دوستان این هم سمالیاتی به سر نشین گفتی که پاکی در هوا و در فضا میپره و تمام جا را سیام کم میکنه. این هم یک شرکتی چی؟ بازیل چی خدا محصولات خدا با نمای گذاشته است. خب این طرف هم دیگه کمپانی ها دیگه چیزا مثلا درباره مثلا شرکت خود معلومات داده است. خب این طرف هم روتاری یک شرکت دیگه شرکت بین المللی روتاری. این طرف هم سرویر. این طرف هم تیمی رگبی یا که اینجا چی بده کمپانی که همی بازی های رگبی را نشان میده. شرکتی چی بگیم تلویزیونی. این هم شرکتی حساب همی سر کار داره با نظامی و استادسا. این طرف هم مگزین اکسسوارها میفروشند دیگه و دیگه. خب بونجور دیگه مرسی. ببینید که مجله داد که مقصد چی که خون برای معلوماتی آینده. این طرف هم دیگه این طرف گفتی که پاکی درس دستن بچه ها که در کارن چی طرزی نمود استفاده بردن ساعت تیوره و دیگه. خلاص گفت که تمامی چیز مربوط به تیوره میشه برادرها. امروز برنامه سه که میبینید سه که ما شاید اشتباه کنم شاید دقیق نگم شما بفهمید که همش مربوط به تیوره میشه. اینجا آب و هوا سنجی هم است متئو فرانس یعنی که آب و هوا سنجی کمیته آب و هوا سنجی فرانسه. این طرف هم میتونه که داره های مرسی دیگه. این طرف هم میگه فراموش کردی ایش هم یک چیز دیگه بود دادم باور که هر چی میره یک کاغذ یا یک کتاب میتن دیگه. ما سم کم نداریم که جمع کنیم سورا. خب این هم کابینه گفتی که همون سمالیاتی که باید بشینی بود اینجا مردم مشرادن همه به پلای. خلاص گفت اینجا همه بازی ها و همون چیزایی که رکان چی میگن گفتی که افغان‌های برادر افغان که گودی پرانک هست اینجا. اونجا همو چی نظامیه تیوره نظامی و کاتاپولت های خیلی کاتاپولت هم اینجا میپره. این هم لباساش این طرف هم همون شرکتی گفتی برادر افغان که گودی پران. این چیز اساسا شمال مقصد معلوم میکنه در میدان هوایی بایدتون باشه در همه جا هست. خب مثلا شمال از کدام طرف میوازه. این هم طرفی که مثلا در همه جا باید اویاشو برگزار بگرده. این هم پلاسه این هم همون چیز شما یک دفعه را ببینید دوستان. این طرف همه سمالیات جمع شدن. این طرف هم همون نمایشنامه که جمع آوری شده و به نمایش گذاشتن به مردم. خلاصی گفت خیلی کلان است. همه ایره گشتن باور که وقت میخواه و طاقت و صبر. با ما باشه دوستان. مردم منتظرن ولی تماشا کرده ایستن. ایاش منتظرن که کی اویاشو سر میشه
این طرف هم بینیوالا هن یا که همون والنتیارایی که میگیم فوتبالکای زرد پوشیدگی هن تیشرت زرد دارن یا بینیوال هن بینیوال همون والنتیاری خودمون رو میگن. خب این طرف شرکت دیگه چندین شرکت امریکایی یه شرکت کانادا و دیگه شرکت فرانسه سه شرکت طیاره خود به نمایش گذاشتن. خب این طرف هم خواهم پیشتر آمده بودیم. دیگه ببینیم این طرف دوستان اینم گفتی گپا همو پروگرام هایی که مثلا امروز باید برگزار شود موان. خب این طرف بینه بار یک بار دیگه آدم بسیار آمده است. خب میریم دیگه طرف او بینیم چه اونجا آدم بسیاره اونجا چی گپه. خب ای مایده چه وردی. خب کاش که کودکان را میوردیم یک ما دور میجا روز شنبه برادرها روز استراحتیه گفتی گپا کی بسیار خلایه نه که خیلی ما کمک اشتباه کردیم که کودکان را نآوردیم و جای اساسی که مثلا جمع آوری شدن در طیاره ها اینی جبل است. ما خاطر مردم جمع شدن بریم پایین‌تر یا درونتر چی گپا یا چی چیزا رو میتونیم به نمار کشیم. این ماشین‌های نظامی امریکایی بلا بی تبار بی دبار زدگی نگاه طرف هم طیاره ها من دستا تو طیاره های شرکت ایروبوس که همجان نغمه هیپ ماشین پولیسی کدام شرکت باشه شرکتی الپین شرکت الپین بده دیگه این طرف هم چیزا دیگه این طرف هم موتورسیکلی پلیسی این هم پلیس ها خودشان. خب این هم طرفی دیگه و دیگه دوستان این هم همون پلاسه گفتم باید همینجا عقدش رو برگزار کردن. این همون سمالت ها و دران تا دیگه و دیگه موندگی هست. اینجا برادرها تریبون اصلی همی چی بده؟ شاو همین نمایشنامه همین نمایشگاه و استال موندگی هم باید اینجا برای بشینیم. اگر وقت شید گفتی گپا طاقت کردیم بعد میریم میشینیم و درآمدگاه شید کجا باشه این طرف همه همه. خب این جای همو نشستی مردمی که باید تماشا کنن شوارا او طرف هم چندین ده طیاره و دیگه و اینجا هم سکلادوشونن اینجا هم گاراژاشو چندین تا طیاره مونده. دوستان اینجا مرکز همو پلاسه های باید اینجا مردم بشینن تماشا کنن گلاونی شوارا. اینی طرف نگاه کنیم برگه برادر تا کجا راه پلاسه ای چیز ازی مردم بی و چیزا را بی سمالوتا را بی و ما بساخبایی که مردم موندن. اینم نگاه طرفی همون شرکت. اینجا خلاصی که همون چی بده تریبونه که مردم راهنمایی میکنن گپ میزنن جای برنده ها جای همون چیزا ارگانیزاتورایی که همین کار تشکیل کردن این تریبونه هم بده که نفهمیدم اینجا میکروفون ها سوزادگی دیگه. خب خدا بگیریم موزیکایی ها را که چند برنامه در یوتیوب افتاست که جالب نوشته به خاطر در بعض یمی سروداد میمونن در بین نوارا فکر میکنن که ما خودمون موندگیم افتاست که پرابا گفتی گپا که خپیدگیان چی میکردن. خب مردم اومده جای خوشا گرفته است. خب ما میریم یک جای مناسبه انتخاب میکنیم خب ببینیم چی میشه. با ما باشه دوستان. این هم دیگه طرفی نمایشگاه از پشتش ما پیشش آمده بودیم ما نه پشتی هم صحنه و پشتی پرده هم چیزا. این هم شرکت هایی که
سپانسرها که در این نمایش سپانسری کردن چی خدا گذاشتن سهم خدا این همون شرکت هایی که سپانسر هم. خب بریم که اون طرف اگه چی هست اگه اون طرف چی میگن آوازی شاتلندسکی چی موزیکای شاتلندی بود که بریم چی گفت اینجا این خیلی بشینی گفتی گفت اوکی وقتا فکر میکنی که پیلوتی میشینی تماشا میکنی میشینی نشون میدن اینی ها بود اصلا خدا بگیرش رو جمع کردن جلو پستک شونه اینی ها چی نروژیان چی هنی ها شاتلنده نروژیان کلاسیکا خب این طرف هم مردم هنوز هم ماده ایسان هنوز هم چی دارن دیگه این طرف جای خوردن بابای این طرف خب همه نمایش نامه ها را ثبت دارن منوار گفته سن های تماشا بینده امروز خبرنگار ژورنالیست بلاگ گیر همیشه سو بسیاره خب این طرف چیه؟ این طرف خوردنی بابا این طرف اینجا هم جا کردگن این هم جای خوردنی باب برای رستوران های سیار برای مردم غذا آماده میکنن و غذا میفروشن این بیش اتوبوسش بود جالب خب این هم ساندویچ کیک پیتزا هم میفروشن این طرف چیه؟ این طرف خب شیرینی باب دیگه این طرفش چیزایی که چی میخورم خب خلاص دیگه این طرف هم این طرف هم ببینین لباس های ماشین های پلیسی و لباس های پلیسی خب بگذاریم برای این طرف ببینیم چی چیز tak marojný budeme Sarajevo, teďka po svěží knihy. Máme vartanat, guftum 40 grameti, 6-7 dakika, hava kavurmadan. Máme vartanatdan. Bir çanda modayı, çanda vartanatı oynamaz. Nerede şimdi? Burada burada olmadı parvazan. خوبش تست نمی‌کنم درد چنگ فوتو بسیار دارم خب این طرف دیگه برادرها در دیگه در حالت آماده باشه میپرن شش دقیقه بعد میام بوم میخورم اینا اومد 6 دیگه بودی بعد دیگه دو برم ببرن شش 7 دقیقه در بالا میگردم دیگه بوم میخورم چند نفر باشن که نمیدونم بازی میبینیم مردم بینه باور که همه قومده ایست است رنگ گوشتی تاجیکستان گوشتی یکون معرکه های کلون می شود در تاجیکستان هم خیلی میسن مردم به نهایت زیاد این هوا گرفته پرید رفت 5-6 نفر دیگر را گرفتن پرید
دوستان یک بارگاه مردم ببینین گفتی گپا با تا چنده که نزدیک شو و اویا شو شید مردم زیاد شید به نهایت زیاد شید گفتی گپا که ای تمام دولت های جبده ای ژاپن ای چین امریکا کانادا فرانسه انگلیا ولیک بریتانیا از تمام مردم گفتی گپا اینجا من آدم ها رو دیدم پیلوت ها رو دیدم و هفته چی میگن مکتب بچه ها که چی میگن پیلوت ها که جوانن که درس میخوانن استودنت ها وارم دیدم بسیار بدستن و امروز همه ها گفتی گپا که چی میکنن نمایش برگزار میکنن و میره میبینیم اینجا چندین شرکت ها گفتی گپا چه خدا مونده خب باور که جای سایگی میکنیم نمیابیم خب اینجا ببینیم چی گپا اینجا خالاکا مردم این وقت جای خوردنی هست تشکیل کردن همه را نمیبرن کرد اینجا یک گروهی گفتی گپا که چی هن موزیکانت ها هن اینا بینیم جای شطرندی دارن شرکت انسمبلی غز اینو ای تولوز بالاکا گفتی گپا والنتیارن اومدن میخونن برای مردم وقتی مردم خرسان میکنن اینجا هم گروه دیجی صداگیان که نظارت میبرن همی گپ خبره Donne son cœur qui aime bien, mais le dernier, lui qui n'a rien, donne son cœur qui aime bien. Salon d'ici. دوستان امروز سه طیاره سه هلیکوپتر یا سه ورتالیات در خدمت مردمان اینه شک که اون طرف بریم اون دیمش سفید یا ما شیشت و یک سیاهی دیگه در بالا خریده هست چند قفت میآید نه 4 تا بود اون 4 شده مشام قراره اونا که 4 هلیکوپتر در اختیار مردمان امروز 40 یورو میدی 6 هم دقیقه برای چرخ صعود میته و با میاره دیگه پا پیاده میکنن برنامه کردی